من آدمی هستم که تقریبا دعوا نمیکنه، ولی دیروز 4 تا دعوا داشتم. حتما این کلیپو تا آخر گوش بدین، چون که آخر کلیپ من میگم دعوا کردن به زبان روسی چی میشه. من بعد بیدار شدم به خاطر همسایه، چون که خیلی بلند موسیقی رو گوش میکرد. من میدونستم تحمل کنم، ولی اون چند روز این کارو میکرد. ولی این 4 تا دعوا از کسی دیگه شروع شد. توی شنیدم که یکی داره بالکن منو از بین میبره. همسایه من آپارتمان خودش رو تعمیر میکنه و کارگران چند روز پیش دیوار منو خراب کردن با دریل برقی. نفر دوم پدر همسایه من بود. دعوای سوم با یه خانومی توی پارکینگ بود. من جا برای خواهرم گرفتم و این خانوم میخواست اینجا رو بگیره، ولی من برنده شدم. دعوای آخر توی مارکت با فروشنده داشتم. دعوا به روسی سورم. دعوا کردن سوریتسا. سه طولانی باید باشه. سوریتسا. فرض کنید که بچه‌ها میخوان سرسره بازی کنن، ولی نمیتونن تصمیم بگیرن چه کسی اول این کارو باید بکنه. به خاطر این با هم دیگه دعوا دارن. مثل من توی پارکینگ. اگر میخواهید زبان روسی رو یاد بگیرید، خواهش میکنم از طریق دایرکت به من پیام بدید. من شما رو راهنمایی میکنم.